داخل محوطه جریمه. توی رفته برگشت بازم بازیکنای پیکان. پرتاب به دست میاد تا پرتاب بلند رو از اون منطقه انجام بده. فریادهای عبدالله ویسی، چه پرتابی هم انجام داد، فرصت و گل. چه گلی خورد مهدی خلیل. چطوری این توپ وارد دروازه ذوباهن شد؟ به نظر میاد فراز امامعلی هست اونجا که دروازه ذوباهن رو باز کرده. در دقیقه 30 برای دومین هفته متوالی گل بد میخوره مهدی خلیل. پشتک زد، توپ اومد روی سر امامعلی و این پرتاب فکر کنم سید محمد ستایی بود، ضمن اینکه کولینگ بریک هم اعلام شده. خب پرسپولیس هم یه گل تونسته بزنه به شاهین شهرداری بوشهر و مهدی ترابی زننده گل تیم پرسپولیس بوده. پیکان با این برد بدون توجه به نتیجه بازی شاهین، چه صحنه ای رو داشتیم میدیدیم در ورزشگاه فولادشهر. اوت نادر محمدی با برخورد به تیر دروازه بیرون رفت. ببینیم پرتاب نادر محمدی و اینجا بعد از برخورد به تیر دروازه بیرون رفت و دیگه مهدی خلیل اجازه نداد توپ بهش اصابت بکنه. پیکان با این برد بعد از 13 هفته میتونه اولین برد خودش رو جشن بگیره. 18 امتیازی میشه و میاد به رده 15 جدول. اگه شاهین بتونه مساوی هم بگیره از پرسپولیس، بازم به خاطر تفاضل گل کمتر قرنشین خواهد بود. ذوباهن هم با این شکست 22 امتیازی باقی میمونه. فرصت رو در اختیار پارس جنوبی، سایپا و گلگهر قرار میده که از این تیم سبقت بگیرن. ذوباهن امکان اینو داره که در پایان این هفته تا رده 14 جدول هم سقوط بکنه. خلیل و فاصله دو تیم در پایان این هفته به 4 امتیاز میرسه. ذوباهن الان فقط 4 امتیاز با منطقه خطر فاصله داره و به نظر میاد که زنگ خطر باید به صدا در بیاد برای ذوباهن. یه پرتاب دیگه از نادر محمدی دیگه داره خودنمایی میکنه در این دقایق.